معرفی دانشگاه‌های ولایت سوخت آغاز گردید. در قصر جوانان به نام لایق شیرعلی واخوری رکتوران دانشگاه و دانشکده‌ها با ختم کنندگان مؤسسه‌های تحصیلات میانه برگزار شد. در واخوری میرزا طاهر نبیف نماینده از مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت سوخت، فیروزه نورالله‌زاده معاون رئیس شهر خوجند، رکتوران و معاونان دانشگاه و دانشکده‌ها، نمایندگان ریاست معارف، دیرکتوران مکتب‌ها و ختم کنندگان مکتب‌های میانه اشتراک نمودند. فیروزه نورالله‌زاده معاون رئیس شهر خوجند به ملاقات حسنی آغاز بخشید. موصوف از مقصد ملاقات و پیشرفت و رشد ساحه معارف حرف زد. قید گردید که در سال سپری شده و مبلغ 500 میلیون سامانی 130 مکتب تحصیلات میانه عمومی با 32,000 جای نشست به استفاده داده شد. 60 نفر خوانندگان به گرفتن استیپندی رئیس شهر و 7 نفر به گرفتن استیپندی پرزیدنتی سرفراز گردیدند. در سال تحصیل 2018-19 صنف 9 را 3157 نفر و صنف 11 را 2661 نفر خوانندگان ختم نمودند. این گونه ملاقات در تمام شهر و نواحی ولایت برگزار می‌گردد. میرزا طاهر نبیف نماینده مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت سوخت از هدف برگزاری ملاقات مذکور سخنرانی نمود. نام برده از موفقیت‌های مؤسسه‌های میانه و مکتب‌های عالی اطلاع داد. امروز در میخواسی ولایت 7 مؤسسه تحصیلات میانه عمومی فعالیت می‌کنند که 4 عددی آن در شهر خوجند، یک عدد در شهر پنجکند، یک عدد در شهر اسفره و یک عدد در شهر بوستان. این هم باشد دانشگاه دولتی خوجند با نام اکادمی باباجان غفورов، دانشگاه دولتی حقوق بیزنس و سیاست تاجیکستان، دانشگاه پلی‌تکنیکی، دانشگاه تکنیکی تاجیکستان با نام محمد آسیمی، دانشگاه اقتصاد و سودای، دانشگاه تجارت تاجیکستان، دانشگاه کوه متالورگی تاجیکستان در شهر بوستان، فیلیال اسفرگی دانشگاه تکنولوژی تاجیکستان در شهر اسفره واقع و دانشگاه آموزشگاری تاجیکستان در شهر پنجکند و شماره کالج‌ها یعنی مؤسسه تحصیلات میانه کسبی زیاده از 25 عدد را تشکیل می‌دهد. جمشید جیره‌زاده رکتور دانشگاه دولتی خوجند به نام اکادمیک باباجان غفورov از انتخاب درست نمودن ختم کنندگان مکتب‌های میانه سخنرانی نمود. موصوف عاید به سمت فعالیت علمی دانشگاه دولتی خوجند به نام اکادمیک باباجان غفورov اطلاع داد. دانشگاه دولتی خوجند به نام اکادمیک باباجان غفورov یکی از دانشگاه‌های کلان و بانفوذ کشور بوده در آماده نمودن کادرهای بلند اختصاص سهم ارزنده دارد. دانشگاه دارای 18 فاکولته، 80 کافدره بوده. همه ساله تا 30-35 نفر رساله‌های نامزدی و دکتری را حمایه می‌کنند. ولی سیاست معارف پرورانه اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام الرحمن امروز برای نسل نوست بی‌شبهه تمام شرایط‌ها برای تحصیل فراهم آورده شده است. در همه مکتب‌های عالی تاجیکستان امروز از نقطه نظری تکنیکی بعضی ماده تکنیکی بعضی کادری یعنی معلمان سال عنوان تمام شرایط ها هست. شریفزاده مومن مشاکر رکتور دانشگاه دولتی حقوق بیزنس و سیاست تاجیکستان به خوانندگان مؤسسه ها از مرحله حساس انتخاب کسبشان حرف زد. موصوف ضمن برآمد خود از دستاورد و امکانات های دانشگاه اطلاع داد. دانشگاه دولتی حقوق بیزنس و سیاست تاجیکستان امروز همچون یکی از دانشگاه‌های مهم جمهوری محسوب یافته آموزش اختصاص‌های معاصر را براه مانده است. دانشگاه دولتی حقوق بیزنس و سیاست تاجیکستان نیز در قطار دیگر مؤسسه تحصیلات عالی کسبی جمهوری تاجیکستان وابسته از آن که همگی من 25 سال فعالیت دارد در تیار کردن متخصصان ساحه گوناگون الکی با دستاوردهای نظررس نایل گردیده است. امروز ما افتخار میکنیم از آن ختم کنندگانی که الکی دانشگاه را ختم کردند در تمام مقامات ها در تمام وزارات اداره و فعالیت میبرند. در ملاقات راهبران و معاونان دانشکده پلی‌تکنیکی دانشگاه تکنیکی تاجیکستان، دانشکده اقتصاد و سودای دانشگاه دولتی تجارتی تاجیکستان، دانشکده کوه متالورگی تاجیکستان نیز برآمد نموده از امکانات و شرایط‌های مؤسسه‌ها معلومات دادند. انتخاب درست کسب دوره حساس میباشد، زیرا این مرحله منبع در حیات هر یک شخص نقشی کلان میبازد. گزارش سومن حمید و نسیم رحیموف برای برنامه اطلاعاتی خبر.